دیگه بهترین بازیکن دنیا رو همتون میشناسین. اگه مثل من طرفدار رونالدویی توی کامنت همین الان یه قلب قرمز بذار. امروز قراره که به عنوان یه بادیگارد داخل خونه رونالدو بریم و از خونش محافظت کنیم، ولی یه اتفاقای خیلی عجیبی میفته و لامار رفیق قدیمیم قصد داره که توپ طلای رونالدو رو بدزده و ما به عنوان یه بادیگارد باید جلوی این کارو بگیریم. پس این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن، چون قراره جلوی یه دزدی خیلی خفن رو بگیریم و آخرش هم رونالدو به ما یه جایزه میده که باورتون نمیشه. برو بریم. سلام بچا، چطورین آقا؟ چه خبر؟ بچا امروز با چاپ میخوایم بریم بیرون، یکم قدم بزنیم و اشغال بابا لستر چی میگی داداشم؟ بذار من. الو سلام، چطور لستر؟ سلام، چطور فرانکلین؟ کجایی؟ من خونه‌ام، با چاپ می‌خواستیم بریم یکم پیاده‌روی اشغال کنیم. خیلی سریع خودت میتونی برسونی اینجا؟ چیه چیزی شده؟ نه یه کار خیلی مهمی باید دارم. باشه الان میام. ای خدا بچا این لستر هم ما رو ول نمی‌کنه. چاپ حالا امروز شما بهمون خونه ما یکم بریم بیرون، کار داریم. برم ببینم بچا لستر چی میگه. دهن ما رو سرویس کرده، انقدر ازمو کار میکشه. آقا شما لستر رو دوست دارین یا نه؟ اگه لستر دوست دارین از 1 تا 10 به لستر نمره بدین. نمره که نه، یعنی لستر 1 دوست دارین، 2 دوست دارین، 3 4. من خودم لستر دوست دارم، لوپای نرمی داره، بهش 8 میدم. شما چند میدین به لستر؟ آقا بریم پیش لستر ببینم چه کار مهمی باام داشت. خب آقا رسیدیم، بریم ببینیم این داداشم لستر چی میگه. منو اول صبح کشونده خونه‌شون. آقا یا الله. لستر سلام، چطور لستر؟ سلام، چه خبر آقای فرانکلین؟ قربونت، مرسی. چیکارا می‌کنی لستر؟ میگم کار مهمی داشتی امروز، می‌خواستم با چاپ برم یکم چیل کنم و کنار ساحل یکم تو بازی کنیم. ببین برات یه کار پیدا کردم. بر من کار پیدا کردی؟ جدی چه کاری؟ رونالدو رو که میشناسی؟ آره بابا، مگه میشه رونالدو رو نشناسم؟ خب ببین اومده توی جزیره ما یه خونه خریده. خب بعد به دنبال بادیگارد میگرده. میتونی بری بادیگارد داشتیم؟ من برم بادیگارد رونالدو بشم واقعا؟ آره دیگه، بادیگارد میخواست. میتونی بری؟ آره حاجی، چرا که نه، میرم بادیگاردش میشم. من خودم طرفدار رونالدو ام. اگه شما رونالدو رو دوست دارین همین الان بهش که رونالدو یه قلب قرمز بذارین. اگه هم لیونل مسی رو دوست دارین یه قلب آبی بذارین. آره لستر حتما میرم. کجا باید برم حالا؟ آدرسش رو به گوشیت میفرستم. فقط یه تیپ کت شلوار بزن و برو اونجا. تیپ کت شلوار؟ باشه میرم. فقط یه ماشین خوب بردار. ماشین خوب؟ بادیگارد مگه نیاز ماشین خوبی داشته باشه؟ آره نیازه. باشه ماشین خوبی برمیدارم دیگه. لوکیشنشو بفرست. بچا ما بریم یه دست کت شلوار بخریم. باورم نمیشه میخوام بادیگارد رونالدو بشم. یه کت شلوار بخرم و تیپ بزنم. موهام هم که تقریبا آقا همه چیز خوبه و اوکیه. و اینکه بریم ببینیم خونه رونالدو اصلا چه شکلی. بچا خیلی مشتاقم ببینم خونه رونالدو داخل جزیره لوس سانتوس چه اندازه است. مطمئنم که خیلی خونه بزرگی داره. آقا برو بریم یه کت شلوار اوسکی بخریم. آقا ما رسیدیم. کت شلوارای اینجا بچا خیلی خفنه، ولی خب قیمت‌های فضایی هم داره. امیدوارم که بتونم این کت شلوار خوش قیمت پیدا کنم. سلام آج خانم، خوب هستین؟ شلوار کرم و سفید و مشکی. بذار ببینیم آقا چی داره. یه سفید دوستم بچا، سفید. البته نه دیگه، باید تیپ بادیگاردی باشه. بادیگاردی مشکی خوبه، این بیشتر شبیه گارسونا میشیم. بذار فعلا اینو بپوشم. آقا تیپ و اندازش که خوبه. یه نگاهی هم اونور بنازم ببینم کت شلوارای اونور چطوره. نگاه کنی الان این مشکی خیلی خفن آجی. یه کت شلوار مشکی اوسکی این بد نیستش، ولی خب بذار یه مدل دیگه مشکی نداره. آقا همینی که داریم فکر کنم این خیلی خوبه. یکم تیپ گارسونی داره ولی باش میشه کنار من. حاج خانم دم شما گرم، خیلی ممنون، مرسی. و ماشین بچا زنگ بزنیم به سیمیون بگیم یه ماشین خیلی خفن بادیگاردی تور برای من اس یو وی اوکی کن. الو سلام، چطور سیمیون؟ بابا ببین کی زنگ زد. آقای فرانکلین چه خبر؟ قربونت، مرسی. ببین سیمیون یه ماشین مشکی می‌خواستم، اس یو وی باشه و شیشاش هم دودی و یه رینگای بزرگی داشته باشه. برای چه کاری میخوای؟ ببین میخوام برم بادیگارد داداش خوراکمه، بیا ببره. حل، خدافظ. آقا ببین رفیق باید اینجا باشه. یه زنگ میزنی سری باید یه ماشین برات اوکی کنه دیگه. سلامتی همین رفیقا که همیشه هوامونو دارن. بهش کشون یه قلب نارنجی بذاریم بهش که داشلی. آقا برو بریم شه سیمیون ببینیم یه ماشین برامون اوکی میکنه یا نه. امیدوارم که ماشین به درد بخوری باشه. خب بچا کم کم داریم میرسیم. حدوداً باید 2-3 ساعته خودم برسونم خونه رونالدو، چون باهاشون هماهنگ شدم که میخوام به عنوان بادیگارد استخدام شم. به داداشم کچل کلش تا اینجا داره میدرخت. سلام، چطور سیمیون؟ سلام آقای فرانکلین، چه خبر؟ قربونت، مرسی. سیمیون نگو که این ماشینو برای من اوکی کردین. اتفاقا همین ماشین یه لانکروز مشکی رنگ مات، ببین خوراک خودته. حاجی خیلی ماشین خفنیه بچه. روخ ماشین نگاه، یه لنگروز نیو فیس هم اصلا، رینگاش هم حتی مشکی، شیشاش هم دودی که اصلا داخلش دیده نمیشه. سیمیون جان دمت گرم دیگه. من این ماشین میبرم، حالا پولشو بعدا با هم حساب میکنیم باشه؟ آره ببر اوکیه. قربونت دیگه بچه. روخ ماشین رو نگاه کن. به بچه خودمون رو خیلی سریع برسونیم به خونه رونالدو. خیلی دوستم ببینم خونه رونالدو اصلا چه شکلیه و اینکه بریم اونجا به عنوان بادیگارد. قرار استخدامشون پول خوبی هم میده، چون واقعا صبح تا شب تو خونه الاف بودن داشت دیوونم میکرد و درآمد خاصی هم نداشتن. پس بهتره که یه کاری پیدا کنیم و یکم هم پول
پول در بیاریم. آقا لیتس گو. خب بچا داریم میرسیم پلاک خونش شماره 7 که این خیلی خفن و فقط نمیدونم چه پرچم فرانسه داره. رونالدو جان شما پرچم این یارویی که داره میره توی خونه. آقا ما بریم داخل خونه. بریم کنار بچا. چه خونه ای حاجی، بالای کوه خونش پشمو خیلی خفن. البته سیس کارمون یعنی ماشین و لباسمون قشنگ به اینجاها میاد. بچا فکر کنین این خونه الان قیمتش خیلی زیاده حاجی. اصلا راه پارکینگ رو شما نگاه کن، برو حالشو ببر حاجی، خیلی خفن خونش. اینجا بریم بالا. ببرینا داره یا خدا حاجی، ببر مبرش ما رو نخوره. بچا ماشینو دارین که لقب ماشین لنکروزن که دیگه ماشاءالله همتون توی اون ویدیو بادیگاردار نگاه. سلام خسته نباشی. بچا هماهنگ شدن که من قراره بیام و الان اومدیم خونه رو ببینیم. چقدر بادیگارد داره حاجی، این همه بادیگارد داره. حالا منم نیاز داشتن. یا خود بچا ماشینا رو حاجی، یا خدا، لامبورگینی و بوگاتی و بنتلی و بنز و همه چی داره. من ماشین اینجا پارک کنم. سلام خسته نباشید، خوب هستین؟ سلام، بله بفرمایید. آقای فرانکلین شما این؟ آره فرانکلین منم. بعد برای آگهی استخدامی این بادیگاردی اومده بودم. همه این شرایطم دارم و دیگه همه چی آماده است دیگه. بله خیلی خوش اومدین آقای فرانکلین. فقط اگه میشه با محیط خونه آشنا بشید، بعدش من وظایف‌های شما رو بهتون میگم. محیط خونه یعنی خودم برم با خونه آشنا بشم؟ آره برین کامل محیط رو چک کنید، همه جا رو بشناسین و بعد بیاین دوباره کنار من. آها باشه. و فقط الان آقای رونالدو خونه است؟ بله اونها طبقه بالا. طبقه بالا؟ کدوم بالا؟ بچه خیلی دوستم رونالدو رو حاجی پشم. او عکسشو نگاه کن حاجی، رونالدو بالاه، نگاه کنید. حاجی باورم نمیشه الان بادیگارد خونه رونالدو شدم. سلام ماشینو نگاه حاجی. چه لامبورگینی. بچه اسم این لامبورگینی چیه من نمیدونم، اگه میدونید کامنت ها بنویسین. آقا چه خونه خفنی داره. ما بریم با محیط خونه آشنا بشیم. این ورش یه استخر خیلی بزرگ داره حاجی، چه ویویی داره خونش. بچه الان فکر کنید شما داخل این استخر این بعد ویوش اینه، نگاه کنید خیلی حاجی خفنه. بچه یه طبقه بالا هم بریم چون بادیگاردیم دیگه، باید با محیط. عکس رونالدو اینا اینجا هست. توپ طلاشو نگاه کنید پشما، خیلی خونه خفنی. آقا سلام خسته نباشید. ببینم اینجا رو نگاه کنید بچه، عکسشو نگاه کنید چه باحاله، خیلی خون. در باز. رونالدو اینجاست حاجی. بچه‌ها استرس دارم نمیدونم بریم چش یا نه. آقا بریم. داره چیکار میکنه؟ در کجا بود؟ در مخفیه. سلام خسته نباشید. بابا آقای فرانکلین شما هستین؟ آره فرانکلین منم. خیلی خوش اومدین به این خونه. الان با محیط خونه کامل آشنا شدین؟ کامل که نه، ولی اینکه الان شما رو دیدم خیلی خوشحالم. بچه‌ها کلاهاشو نگاه کن چقدر کلاه و لباس داره. نه فعلا دارم کل خونه رو چک میکنم که بیشتر با محیطش آشنا بشم. خیلی خوش اومدین. بله با خونه کامل آشنا بشین، بعدش همکارامون راهنماییتون میکنن. بله چشم. بچه‌ها باورم نمیشه الان داشتم با رونالدو صحبت میکردم. آقا ما بریم با کل خونه آشنا بشیم. اینجا هم یه در دیگه است. خب اینجا چیه؟ اتاق کار. بچه پولا رو نگاه کنید. آقا نه اینا پولای رونالدوه و ما کاری باهاشون نداریم. اوکی مگه ما دزدیم حاجی؟ ما بادیگاردیم اومدیم اینجا محافظت کنیم. بچه اینجا یه طبقه پایینم داره که با آسانسور بریم پایین ببینیم پایین چه خبره. خب آقا اومدیم پایین و یا باشگاهش اینجا. این چرا داره اینجا ورزش میکنه؟ بچه باشگاه رونالدو نگاه کن، اینجا میاد ورزش میکنه، بیلیارد و آرکید و همه چی داره، میز پینگ پونگ و شیشه از اینجا من نمیتونم رد شم. اینجا بازه. سلام داداش. بعد اینجا دیگه چی داره؟ اینجا راه میخوره میره بالا. از اینجا فکر کنم بتونم برم پایین. یکم سخته ولی اوکی. بچه اینجا هم زمین چمنه. من فکر کنم زمین چمن فوتبال داره ولی خب نداره. دو تا بادیگارد اینجا و سلام خسته نباشید. شب کم ببینم کجا تشریف میبرید؟ میخواستم برم داخل رو ببینم چون با محیط خونه آشنا نیستم. بگو ببینم اسمت چیه؟ اسم فرانکلینه. آقا فرانکلین شما این؟ بله بفرمایید. آخه این اتاق امنیتیه. اتاق امنیتیه؟ چطور مگه؟ آخه چیزای خیلی مهمی داخلش آقای رونالدو میذاره. آها باشه پس بچه اتاق امنیتی رونالدو اینجاست، یعنی گاف صندوق. حاجی در گاف صندوقو نگاه پشمام. یه ماشینم اینجا داره، باورم نمیشه بچه چه گاف صندوق بزرگی داره. به نظرتون میتونیم بریم داخلش؟ آره دیگه میتونم برم. حاجی اینجا رو نگاه، عکسش هم زده. بچه چقدر پول و موشکینا چرا داره رونالدو؟ یهو خدا اینا بچه توپ طلا. حاجی توپ طلا رونالدو، باورم نمیشه توپ طلاش اینجا گذاشته. دیدم اسلحه جنس طلا داره ولی توپ طلاش هم اینجاست. خیلی خفنه، کلی شمشه طلا و پول و خیلی گاف صندوق بزرگی، باورم نمیشه. اصلا فکرشو نمیکردم که بچه رونالدو یه همچین گاف صندوقی داشته باشه. اتاق تیراندازی. رونالدو مگه تیراندازی میکنه؟ ای رونالدو هم خطری شده. فکر نمیکردم یه همچین آدمی باشه. ولی بچه اتاق خیلی امنیت داره و من که خیلی باهاش حال کردم.
تقریبا با کل خونه آشنا شدیم. بریم ببینیم یاروی قرار بود قانونای این خونه رو بگه و یه نکتهایی راجع به وظیفه و کارهایی که من باید انجام بدم. برم ببینم چی میخواد بگه. آقا سلام، من کل خونه رو تقریبا چک کردم. حالا چی کارا باید انجام بدم اگه میشه بهم بگید. خیلی خوب آقای فرانکلین، وظیفه شما اینه که از این خونه نگهبانی کنیم 24 ساعته. حواستون به همه چی باشه. ولی خب امشب که شب اوله میتونی بریم مرخصی و حالا فردا صبح بیاد شروع به کار کنیم. اسلحه اینا کاملا بهتون میدیم، همیشه آماده باشین. هیچ غریبه‌ای نباید اینجا بیاد و از کل گاف صندوق این خونه باید محافظت کنیم. پس یعنی میگه نه خونه محافظت کنم دیگه بچا، کار سختی نیستش، یعنی به عنوان یه بادیگارد. آقا اوکیه. و اینکه حواستون هم حتما با آقای رونالدو باشه، حتما به حرفاشون گوش بدین و هر جام خواستن برن شما ببرینش. چشم، منم میبرم. فقط الان چیکار کنم؟ نگهبانی بدم تو خونه دیگه؟ آره بله نگهبانی بدین. ساعت 6 عصر شد میتونی بری خونتون. آقا حل دیگه، دمتون گرم بچا. من یکم تو خونه نگهبانی بدم تا 6 عصر و درآمدش هم مثل اینکه خیلی خوبه که این همه بادیگارد استخدام کرده. بچا من تا 6 عصر اینجا نگهبانی بدم، مثلا همینجا وایسم، به نظرم خوبه. نگهبانی بدم تا اینکه ساعت 6 عصر بشه بریم خونه دیگه. 5 ساعت بعد. خب بچا تقریبا یه ساعت دیگه قراره برم خونه. هوا هم که داره غروب میکنه و منم اینجا کلا داشتم میگشتم و نگاه میکردم که خیلی خونه خفن. لامار داره زنگ. لامار چی میگی؟ الو سلام، چطور لامار؟ بله فرانکلین جون، چه خبر؟ کجایی؟ من الان بچا بگم خونه رونالدو هم خیلی داستان میشه. من بیرونم داشتم همینجور بر خودم یه دور میکردم، یه قدم میزدم. اوه خیلی مالی. میگم فرانکلین شب میتونی بیای خونمون؟ شب برای چی بیام خونتون؟ هیچی، با بچه‌ها دور همی جمع شدیم و می‌خواستیم یه شامی چیزی بخوریم. آها یه دورمی با بچه‌ها. آره اوکیه. چه ساعتی؟ ساعت 8 اینا میتونی بیای؟ ساعت 8. آره میتونم بیام. بله ساعت 8 میبینم. خدافظ. آقا اوکی شو، شاممونم دیگه. ساعت 8 میریم خونه لامار، یه شام میزنیم و فردا صبح دوباره کارمون رو شروع میکنیم جدی‌تر و قراره بهم اسلحه بدن. و اینکه بچا دیگه ساعت هم داره 6 میشه و من برم به یارو بگم ببینم میتونم الان برم خونمون یا نه. سلام جناب، خون بستیم. میگم ساعت 6 شد، من الان میتونم برم خونمون؟ بله آقای فرانکلین، میتونین تشریف ببرید. حل دیگه. دم شما گرم بچا. ماشینمون رو برداریم و لنکروز مشکی خیلی ماشینم دوست، ولی خب فقط شما ماشینای رونالدو رو نگاه کنید. با 30-40 تا لنکروز من فکر کنم به زور بتونیم یه دونه بوگاتی آقای رونالدو رو داشته باشیم. بچا ما بریم سمت خونه لامار. فقط سرراه باید لباسامو عوض کنم که لامار اگه منو اینجور ببینه میخواد شروع کنه سوال بپرسه که لباست چرا اینقدر خفنه، چرا کت شلوار پوشیدی، کجا بودی، چیکار میکردی. حالوسه ندم بچا جوابشو بدم. پس خیلی سریع بریم لباسامو عوض کنیم و بریم خونه لامار. خب بچا رسیدیم، بریم یه سر خونه لامار که ببینیم چه خبره و چیکارا دارن میکنه. امیدوارم که شامو آماده کرده باشه و خیلی گرسنمه. فکر کنم صداشون از حیاط پشتی میاد. فکر کنم حیاط پشتی ان. بذار برم ببینم. بابا سلام بچه‌ها. سلام. چطور لامار؟ بابا آقای فرانکلین، چه خبر فرانکلین؟ کجا بودی؟ خوبم مرسی. سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا ما رفته بودیم یکم دور و خلاصه اشغال داشتم میکردم که حوصله‌ام سر رفته بود. خیلی مالی. الان این پسره فرانکلین واقعا دلم به تنگ شده بود. کجا بودی این مدت؟ نمیومدی پیش ما؟ میگم آره درگیر یه کارایی هم سرم وقت نمی‌کردم دیگه. شما چی کارا می‌کنی؟ همه چی خوبه؟ آره خدا رو شکر همه چی خوبه و بریم دیگه بچه کم کم یه شامی بخوریم. آره حاجی بریم شام بخوریم که خیلی گرسنمه. 1 ساعت بعد. خب بچه ما شامو خوردیم. شام همین رو آتیش جوجه چیزی زدیم و خوردیم، سیر شدیم و الان بچه‌ها یکم داشتن حرف می‌زدن راجع به ماشین و اینا. بچه‌ها میگم یه مأموریت خیلی خفن تو ذهنمه. مأموریت خفن چیه؟ بگو ما هم گوش بدیم. ببین رونالدو رو که میشناسی؟ بچه داره راجع به رونالدو حرف میزنه. ببین رونالدو اومده توی شهر ما یه خونه خریده. نظرتون چیه دزدی بریم خونه‌شون؟ میخواد از خونه رونالدو دزدی کنه؟ رونالدو مگه اومده جزیره لس سانتوس؟ آره اومده اینجا یه خونه هم خریده لعنتی. آره من نمیدونستم. خیلی جالبه برام. بچه الکی اینجور میگم که به من شک نکنن. آره خلاص اومده. بعد مطمئنم که کلی پول و طلا اینا توی گاف صندوقش داره. نه بابا بعید میدونم پولی نداشته باشه. رونالدو آخه مسافرت میره، چرا باید پول و طلاشو جابجا کنه؟ نمیدونم ولی من یه خبرایی شنیدم. آره البته راست میگه حاجی، منم شنیدم. فکر کنم توپ طلاشم آورده. توپ طلاشو رونالدو توپ طلاشو بیاره شهر ما. بابا بعید میدونم. بچا ول کنید. حاجی مطمئنم که توپ طلاشم آورده، چون بچه‌ها آور گرفته که گفته بودم به من توپ طلاش آورده. بابا رونالدو چرا باید توپ طلاشو بیاره؟ بچا بیخل. یعنی شما میخواین برین از خونه رونالدو دزدی کنین؟ نه بابا پلیس میگیره میافتین زندان. نه بابا پلیس هیچ کار نمیتونه بکنه. ما راحت میریم دزدی. تو هم بیا دیگه فرانکلین. نه بابا داداش دزدی چی؟ ما دیگه غلط کنیم این کارا بکنیم؟ دزدی برای چی؟
ای بابا تو هم که بچه سوسول شدی لامار، تو میای؟ البته فرانکلین راست میگه، میتونیم بریم دزدی اون توپ طلایی. میدین چقدر ارزش داره؟ بابا بچا توپ طلا کجا بود، رونالدو کجا بود، ولمون کنی. نه بابا این همش شایعه است. بیاین یکم راجع به ماشین و اینا صحبت کنیم. ببین حاجی، من که آمارشو فردا در میارم، هر کی خواست بیاد دزدی با من بیاد دیگه، پول خوبی به جیب میزنیم. ای بابا نه حاجی، من که نیستم، اصلا مطمئنم توپ طلاشم نیاورده. شما الکی میخواین بریم وقتتون تلف کنید. آقا من نیستم و اینکه بچا من که خوابم میاد، فردا صبح باید برم باشگاه. اگه کاری نداره من دیگه برم. فرانکلین بودی الان میموندی دیگه، کجا میخوای بری؟ حاجی برم خونه دیگه. بچا شبتون بخیر آقا، خداحافظ خداحافظ. وای بچا اینا چی دارن میگن؟ دارن نقشه میچینن از خونه رونالدو دزدی کنن، بعد توپ طلای رونالدو رو بدزدن. بچا فردا صبح باید بهشون اطلاع بدم، بگم که یه همچین چیزی از یه گروه گنگستر میخوان ازتون دزدی کنن. اینا رو از الان بگم که این امنیت ساختمون و خونه‌شو ببره بالا که همچین اتفاقی نیفته. آج خانم برو اونور میخورم بهت. آقا خیلی سریع من برم خونه بگیرم بخوابم که صبح زود باید برم که به اون بادیگارده، یعنی رئیس بادیگارد، بهش بگم یه عده گنگستر میخوان این خونه دزدی کنن، حواستون به توپ طلای باشه. بچه چطورین آقا؟ من خواب بودم و اینکه خیلی سریع خودمون رو برسونیم به خونه رونالدو و اینکه بچه اگه دوست دارین یه ویدیو هم راجع به لیونل مسی درست کنم، همین الان این ویدیو رو لایک کنید و لایکاشو به بالای 4000 تا برسونید تا بریم با لیونل مسی هم یه ویدیو خیلی خفن بگیم. رونالدو رو که اینجا آوردیم، برای مسی هم یه داستان خیلی خفن داره. پس همین الان ویدیو رو لایک کن و کامنت انگلیسی. بچه یک شات فهم واقعی میدونن کامنت انگلیسی بچه خیلی بهم کمک میکنه، واقعا بهم انرژی مثبت میدین. پس اگه میخواین از من حمایت کنین، نفر یه دونه کامنت انگلیسی بذارین، خیلی خیلی خوشحال میشم. آقا بریم فقط به اینا خیلی سریع اطلاع بدم که یه همچین داستانی هست و قرار بیان این ویلا دزدی کنن. خب آقا من رسیدم، اینا همشون قرار اینجا وایسن، جاشون تکون نخوردن. سلام، خسته نباشید. سلام آقای فرانکلین، خوش اومدی. میخواستم بگم قربان چیزه، یه خبرایی من شنیدم که از دیشب ذهنمو خیلی درگیر کرده. چیه شده آقای فرانکلین؟ بگین. ببینید یه گروه گنگستر که حالا یکی از رفیقای دورمه که همچین حرفایی زدن و من شنیدم خیلی شانسی دیشب، گفتن که قراره بیان از خونه رونالدو دزدی بکنن و قرار توپ طلاشو بدزدن و من اومدم اینو خیلی سریع به شما بگم که امنیت این خونه رو بعد افزایش بدیم. چی؟ واقعا گفتن که میخوان توپ طلای رونالدو رو بدزدن؟ آره به خدا من همین خبر رو شنیدم. اینجا باشه که خیلی بده. آره خیلی خیلی بده، برای همین بهتون میگم که اگه میشه سیستم امنیتی این خونه رو خیلی ببریم بالا. اگه اینجوریه که باشه، من مشکل حل میکنم. آره حتما این مشکل حل کنید. خیلی خب، الان بچه‌ها به شما اسلحه اینا میدن، پست جدیدم بهتون میدن که کاراتون رو انجام بدین. باشه دم شما گرم دیگه. مرسی که به ما اطلاع دادین. خواهش میکنم، وظیفه بود. اینکه بچه‌ها بریم که اسلحه اینا رو بگیریم و ببینیم وظیفمون امروز چیه. 1 ساعت بعد. خیلی خب بچه‌ها به من اسلحه اینا دادن، همه چی آماده است. بعد این رئیس بادیگاردم داره با رونالدو صحبت میکنه، اون قضیه رو بهش میگه. بچه‌ها وظیفه‌ای که به من دادن قراره دهنم سرویس بشه. قراره کل این راه ماشینو که دیدین الان داشتیم سر بالای میومدیم، اینجا قدم بزنم و همه جا رو چک بکنم که همه چی اوکی باشه و کسی نیاد داخل ویلامون و اگه یه چیز مشکوکی هم دیدم بهم اجازه تیراندازی دادن که یعنی اگه کسی دزد بود و یا خواست بهم تیراندازی کنه، منم میتونم بهش تیراندازی کنم. بچه ما الان تا شب باید اینجا رو بالا پایین کنیم که ببینیم چه خبره. الو داداش یواش. بچه الان 3 تا ماشین با سرعت اومدن رفتن بالا، مثل اینکه زنگ زدن و امنیت این خونه رو بیشتر کردن. یا خدا چقدر بادیگارد اومد آجی. بچه اون رئیس بادیگاردها زنگ زد، کلی آدم اومد اینجا و امنیت خونه رو خیلی بیشتر کردن. اونها رونالدو هم خودش اونجا وایساده و اینکه ماشینای این گاو اومدن از کنار من رد شدن کمون دو منو له کنن. آقا دمتون گرم با اون رانندگی مزخرفتون. سلام آقای رونالدو، خوب هستین؟ سلام، چطور فرانکلین؟ خوبی؟ مرسی ممنون. میگم آقای رونالدو الان این بادیگارد اومدن برای امنیت خونه دیگه؟ آره بله همونجور که شما خبر دادین ما زنگ زدیم که بادیگاردا بیشتر بشه و امنیت خونه بره بالا تا هر کی خواست ازمون دزدی کنه جلوگیری بشه. خیلی کار خوبی کردین، همه چی اوکیه. بچا خیلی زیادن، الان خیلی بهتر شد دیگه. لامار نمیتونه هیچ کاری بکنه و عمرن بتونه این خونه دزدی کنه. آقا ما بریم دوباره سر پستمون و اینکه الان داره کم کم ساعت 6 میشه، اسلحه منو بدین و کم کم هوا داره تاریک میشه. هوا تاریک بشه دیگه من میتونم بچا برم خونمون دیگه. دیروز فقط ساعت 6 میتونستم برم، امروز باید ساعت 12 برم خونمون. آقا تا ساعت 12 داشلی باید فقط قدم رو بره. برو بریم. 4 ساعت بعد. آقا این سراشیبی چقدر بده. بچه خلاصه امنیت خونه خیلی رفت بالا و من خیالم راحت شد که حداقل لامارینا دیگه نمیتونن بیان توپ طلا رو بدزدن. فقط نگاه کن جلو این در امنیتی چقدر بادیگارد گذاشتن بالا، 3 تا پایین، 5 تا این. آجی خیلی زیاده و اینکه بچه من دیگه کم کم داره تایمم تموم میشه و من تنها بادیگاردیم که مثلا میتونم بدوام این ور اون ور و حالا مثلا لوکیشنمو عوض بکنم. الان بریم بچه دیگه ماشین رو برداریم و کم کم بریم خونه دیگه. ساعت 9 شد. چقدر بادیگارده.
بچا خود رونالدو هم اون بالا وایساد و آقایون خسته نباشید دیگه. من دیگه میرم کم کم خونه و ماشین خودم از همشون خفن‌تره. بچا از 1 تا 10 به ماشین داشلیش هم میگیم. بودو توی کامنت پر کنید اینا رو له نکنم بردارن اسلحه بکشن منو بکشن. آقا ما بریم خونه و اینکه خوب شد به اینا اطلاع دادم، حداقل خودم خیالم راحته که توپ طلایی رونالدو رو کسی نمیتونه بدوزه. بریم خونه، فردا صبح دوباره میام سر کارمون دیگه و باعث شدم امنیت این خونه بره بالا. خیلی خوب شد. روز سوم کاری. سلام بچا، چطوری؟ آقا ما اومدیم روز سوم کاریه و الان صبح زود، شب خیلی دیر رفتم خونه. سلام، خسته نباشید. و اینکه بریم چه بادیگارد کم شدن. داداش مگه من نگفتم خب سیستم امنیتی خونه رو ببریم بالا؟ دوباره بادیگارد رو کم بود. به من ربطی نداره. فردا لامار اومد ازتون یا خدا آقا اینجا چه خبره؟ چرا همه بادیگاردا رو جمع کردین این یاروه؟ چیزی شده؟ نکنه توپ طلا رو دزدیدن. سلام، خسته نباشید. سلام آقای فرانکلین، خوب شد که اومدین. سلام میگم چیزی شده؟ توپ طلا رو دزدیدن؟ نه آقای فرانکلین، الان ما حس میکنیم که دزد کسی نیست جز شما. من دزد باشم؟ برای چی؟ ببینید شما گفتین که قرار از این خونه دزدی بشه، ولی خب هیچ اتفاقی نیفته. الکی باعث شدیم که ما کلی بادیگارد بیاریم و ما الان به شما مشکوکیم. داداش به من مشکوکی؟ من به شما گفتم امنیت خونه رو ببریم بالا. اگه به من مشکوکین خب من اصلا این حرفو به شما نمیزدم، میرفتم توپو میدزدیدم دیگه. نه شما اینجور کردین که حواس بادیگاردا پرت بشه، خودتون بیشتر نفوذ داشته باشین توی خونه و اینجور کردین که ما به شما اعتماد کنیم. عجب آدمیه، بیا به اینا خوبی کن. میگه اینجور کرد که من به تو اعتماد کنم. حالا بچه‌ها این خبر رو به من رسوندن، گفتن که آقا می‌خوایم بریم از خونه رونالدو دزدی بکنیم. من فقط همینو شنیدم. خب من خلاصه الان به شما شک داریم و حس می‌کنیم که شما می‌خواستین دزدی کنین و شما اخراجی. من اخراج؟ واقعا می‌خواید منو اخراج کنین؟ بله شما اخراجین. حاجی باورم نمیشه. من به این آقا باشه بابا اسکلیم بریم. برو بابا، اخراج مسخره کردن خودشونو. آقا میاد دوزی، لامار میاد دوزی، حالتون رو میگیره. به منم هیچ ربطی نداره. فردا نیام به من بگن تو دوزی کردی. عجب آدمایی هستن این بادیگاردای خر. باورم نمیشه رونالدو همچین آدمایی بادیگارد کرده. آقا من به اینا میگم امنیت خونه رو ببریم بالا که کسی نتونه بیاد دزدی کنه. برگشت میگه دوز خودت. آره داداش من اینقدر اسکلم که این حرفو میزنم دزدی کردن من خیلی سخت بشه. عجب آدمایی هستین شما. اصلا من میرم دنبال یه کار دیگه. فردا ازتون دزدی شد، برو اونور ببینم اسکل. فردا ازتون دزدی شد بهتون میگم دیگه. وایس من حال اینا رو میگیرم. اصلا من الان میرم خونه میشم پلی استیشن بازی میکنم. بچا الان شما تو کامنت ها بگید ببینم چه بازیای خفنی اومده و بهترین بازی که تو عمرتون کردین. اسم بازی رو حتما توی کامنت ها بنویسین. اصلا داشلی میخواد بره اون گیمو بزنه. اعصابم خورد میکنن. آقا برو بریم خونه. مسخرهشو در آوردن اینا. همون شب در محله گروه اسلیت. خیلی خوب بچه‌ها، آماده این که بریم دزدی؟ آره پسر جون بزن بریم. حالا پس آماده شیم بریم دزدی دیگه. بدوین قرار بریم توپ طلای رونالدو رو با هم دیگه بدزدیم. ها عاشقشم حاجی، همه پولای رونالدو رو میخوام بدزدم. بدوین بچه‌ها بیاین سواشی. بله بچه‌ها، همونطور که متوجه شدین همون گروه یعنی گروه اسلیت و رفیقم لامار همون شب حرکت کردن سمت خونه رونالدو. قصد دزدیدن توپ طلا رو داشتن. با اینکه اون بادیگاردا فکر می‌کردن دزد من بودن ولی کاملا اشتباه کردن و همون شب کل اون بادیگاردا رو فرستادن خونه‌شون. یعنی در نتیجه امنیت خونه رونالدو خیلی کمتر شده بود و این دزدا میتونستن خیلی راحت همون شب توپ طلای رونالدو رو بدزدن. خیلی خوب بچه‌ها، آماده این دیگه حاجی بریم دزدی. آخ تو خونه رونالدو باورم نمیشه. ببین کثافت چه خونه‌ای داره. همه پولاشو برمی‌دارین. باشه منم توپ طلا رو برمی‌دارم. این توپ طلا خیلی مهمه. تنها چیزی که باید بدزدیم همین توپ طلاه. بدوین. برو بریم. او بادیگارد داره. بمیر بابا. این از این. ای بابا همشون دارن تیر میزنن. بمیریم بابا. این از این بادیگارد. بچا بدوین. باز شد دیگه در لعنتی. او باورم نمیشه چه گاف صندوقی داره. بچا بدوین بیاین. بعد این گاف صندوقو باز کنم. بعد درشو بتر کنم. بذار در اینجا رو بتر کنم. بچا برین عقب. خیلی خوب فکر کنم درش باز شد. اوه پسر اینجا رو نگاه کن. توپ طلا. همه اینا رو باید برداریم. بزن بریم. بله بچه همونطور که دیدین اینا از خونه رونالدو دزدی کردن و توپ طلا رو برداشتن. کل پولای رونالدو رو برداشتن و فیلمو بستن. همه پولا رو برداشتیم. برو بریم. و همونطور که دیدین کل پولا رو برداشتن و توپ طلا رو دزدیدن. و اگر اون رئیس بادیگارد اون شب به حرف من گوش می‌کرد الان این اتفاق نمی‌افتاد. بابا این وقت صبح کیه داره در ما رو میزنه؟ بابا ولم کنید دیگه. دیروز به اندازه کافی بچه اعصابم خورد شد، از کارم اخراج شدم. الانم اول صبح در ما رو میزنم. بله آقا کیه در ما رو میزنه؟ سلام آقای رونالدو. سلام آقای فرانکلین، یه اتفاق خیلی بدی افتاده.
چیه چی شده الان میگن دزدیدن توپ طلا رو. توپ طلای ما همین دیشب دزدیده شد. چی توپ طلاتون دزدیدن؟ آقا من به شما وای بچه من اون همه گفتم بادیگاردا رو زیاد کنین گوش نکردین. بله خیلی اشتباه کردیم، واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. شما گفتم میتونین کمکمون کنین، اگه بتونین کمکم کنین که من توپ طلا رو برگردونم این بوگاتی رو میدم به شما. جدی من اگه به شما کمک کنم که توپ طلا پیدا کنیم اون بوگاتی بر من میشه؟ بله اگه بتونین به ما کمک کنین خیلی خوب میشه. بچه پس اینجوره که من رفیقای لاما رو لو میدم که توپ طلا رو دزدیدم و اون بوگاتی رو میگیرم. چشم حتما کمکتون میکنم. یک روز بعد توی این یک هفته بالاخره رونالدو تونست توپ طلاشو پس بگیره و منم صاحب یه بوگاتی شیرون قرمز شدم و واقعا از این زندگی راضیم. بچه دارم عشق و حال میکنم حاجی، گلوم درد میکنه انقدر داد زدم. بچه بوگاتیه رو گرفتم، به رونالدو گفتم که کیا توپ طلاش دزدیده، الان هم بادیگاردشم هم یه بوگاتی شیرون دارم. بچه باورم نمیشه بوگاتی خیلی خفن. سیس کارو شما نگاه کنید، عاشق این ماشینم. خب بچه که تا این ثانیه ویدیو رو نگاه کنین قلب قرمز توی کامنت ها یادتون نره و حتما تو کامنت ها بنویسید طرفدار رونالدو این یا طرفدار لیونل مسی. حتما توی کامنت ها بگین. اگه ویدیو رو هم دوست داشتی حتما لایک بکن. اگه 4000 تا هم لایک بخوره قراره بریم ویدیویی با لیونل مسی درست. خیلی دوست دارم، مراقب خودت باش تا ویدیوهای خفن دیگه. بدرود. البته 2 تا ویدیو آخرم اگه